به نام خدا. روزی بود و روزگاری سلطان محمود غزنوی از شبگردی خیلی خوشش می آمد. در زمانهای قدیم کار دستگاه‌های دولتی مثل حالا مرتب نبود. بسیار اتفاق می افتاد که پادشاهان از احوال مردم بیخبر می ماندند. وزیران و امیران و دیگران هم که کشور را اداره می کردند به مردم ظلم می کردند و رشوه می گرفتند و خبرهای دروغ می دادند. این بود که بعضی از پادشاهان که می‌خواستند بیشتر و بهتر از زندگی مردم با خبر باشند، شبانه لباس عوض می‌کردند و به صورت درویش و گداه و کارگر شبکار با یکی از نزدیکان خود به شکل ناشناس در شهر گردش می‌کردند. قیمت جنس‌ها را می‌پرسیدند. اگر در خانه ای صدای گریه و شیون می‌شنیدند، از پیش آمد کار تحقیق می‌کردند. اگر در جایی مردم جمع شده بودند، داخل جمعیت می شدند. همینطور به مسجدها می رفتند، به مجالس عزا و شادی مردم سر می زدند تا خبرهای راست و درست را از خود مردم به دست بیاورند و هوشیارتر و بیدارتر به کار مردم برسند تا خودشان در نظر مردم عزیزتر و محترمتر باشند. قصه هایی درباره گردش های شبانه شاه عباس و پادشاهان دیگر در شبها هست. این قصه را هم درباره سلطان محمود حکایت کردند. یک شب سلطان محمود لباس کارگری پوشید و تک و تنها در شهر غزنین به گردش مشغول شد. زمستان بود و شهر خلوت بود و درها بسته بود و در کوچه ها گاه و بیگاه سگی یا گدایی یا رهگذری دیده می شد. و پادشاه در فکر آن بود که به گوشه های شهر سرکشی کند و ببیند پاسبانها بر سر کارشان هستند یا نه. سلطان محمود به یکی از میدانها رسید و دید 4-5 نفر در گوشه ایستادند و دارند آهسته حرف میزنند. همین که خواست از کنار آنها بگذرد جلو آمدند و گفتند: صبر کن ببینی کی هستی، کجا می روی؟ سلطان محمود گفت: هیچی، من هم آدمی هستم مثل شما و در کوچه راه می روم مثل شما. فرق من با شما این است که من به کار شما کاری ندارم، ولی شما از من بازپرسی می کنید. یکی از آن 4 نفر گفت: خیلی خوب، ما وقت پرحرفی نداریم. در جیبهایت چقدر پول داری؟ سلطان محمود خندید و گفت: اگر در جیبهایم پول داشتم که می رفتم در گوشه‌ای راحت می خوابیدم. من دارم فکر می کنم که پول کجا هست، ولی شما به کار من چه کار دارید؟ گفتند: عجب، معلوم می شود تو هم مثل ما هستی. حالا که اینطور است، اگر کمی زرنگ باشی می توانی با ما همراهی کنی. می دانی ما بیکاریم و نان نداریم. امشب می خواهیم برویم دزدی، اما این کار خیلی مشکل است. باید از دیوار بالا رفت، باید بی صدا بود، باید آماده فرار بود. خطر دارد و گرفتاری دارد. تو مردش هستی؟ سلطان محمود که هرگز به این جور آدم‌ها بر نخورده بود، هوس کرد با آنها همراهی کند و از کارشان سر در بیاورد. این بود که جواب داد: نمیدانم، من این کار را نکرده‌ام، ولی اگر مرا همراه ببرید می آیم و کمک می کنم. اگر هم نمی برید می روم پی کارم. دزدها گفتند: نه، حالا که ما را شناختی نمی گذاریم بروی، برای اینکه ممکن است به پاسبان خبر بدهی و ما را گیر بیاندازی. ناچار دست و پایت را می بندیم و تو را در کنج خرابه می اندازیم که هیچ کس صدایت را نفهمد. باید کاری بلد باشی که به درد ما بخورد، وگرنه شریک دست و پا چلفتی لازم نداریم. سلطان محمود گفت: عجب گیری کردم. مثلا چه کار باید بلد باشم؟ شما از دیوار بالا می روید و مال کسی را بر می دارید. خب من هم کمک می کنم. دزدها خندیدند و گفتند: به این سادگی هم نیست. ما هر یکیمان هنری داریم که برای این کار به درد می خورد. سلطان محمود پرسید: مثلا چه کاری و هنری؟ یکی از دزدها گفت: ویژگی من در گوش من است. وقتی سگی صدا بکند میدانم چه میگوید و صدای سگی که آمدن دزد را خبر میدهد با صدای سگی که از گرسنگی صدا میکند تشخیص میدهم. دومی گفت: هنر من در چشم من است. هر جا که در تاریکی کسی را ببینم، روز بعد او را در هر لباسی ببینم میشناسم
و این هنر وقتی بخواهیم مال دزدی را بفروشیم به درد می‌خورد که گرفتار نشویم. سومی گفت قدرت من در بازوی من است. من دیوارها را سوراخ می‌کنم و درها را از پاشنه در می‌آورم طوری که صدایی از آن بلند نشود. چهارمی گفت هنر من در بینی من است. من خاک را بو می‌کنم و می‌فهمم خاک کجاست. بوی دکان زرگری را و بوی دکان پالاندوزی را از هم تمیز می‌دهم. پنجمی گفت هنر من در پنجه من است. وقتی بنا باشد کمندی بر بالای دیوار بیاندازیم و از آن بالا برویم، من قلاب کمند را چنان با تردستی میاندازم که خوب گیر کند و بشود از آن بالا رفت. بعد گفتند خب اگر تو را هم راه ببریم تو برای ما چه هنری داری؟ سلطان محمود فکری کرد و گفت اینها همه به کار می آید، ولی مال من از اینها هم مهمتر است. هنرهای شما تا وقتی به درد می خورد که گرفتار نشده باشید، ولی وقتی به دست پاسبان یا صاحب خانه گرفتار بشوید دیگر هیچ یک از این توانایی ها به دردتان نمی خورد. هنری که من دارم خیلی عجیب است. خاصیت من در ریش من است که آزادی بخش است و نجات دهنده. اگر گناهکاری در دست پاسبان و جلاد هم گرفتار باشد و من ریش خود را بجنبانم فوری آزاد می شوند. دزدها گفتند آفرین، هنر تو از همه ما بیشتر است. آفرین به این ریش، حقا که پیشوای ما و رئیس ما تو هستی. ما حاضریم سهم تو را از همه بیشتر بدهیم و با خیال راحت به کارمان برسیم. زود برویم، دیگر حرف زدن لازم نیست. کوچه دست راست را گرفتند و روانه شدند. همین که کمی پیش رفتند یک سگ از جلوی آنها فرار کرد و صدا داد. دزد صاحب گوش گفت سگ میگوید مرد بزرگی همراه شماست. دیگران گفتند بله، مقصودش همین رفیق تازه است که ریشش نجات بخش است. بعد به دیوار کوتاهی رسیدند. یکی گفت بالا رفتن از این دیوار خیلی آسان است. صاحب بینی خاک آن را بو کرد و گفت فایده ندارد. این دیوار خانه یک زن بیوه فقیر است. بعد به دیوار بلندی رسیدند که از پشت آن درختها پیدا بود. صاحب پنجه کمند را بر سر دیوار محکم کرد و از آن بالا رفتند و وارد باغ شدند. نزدیک ساختمان صاحب بینی خاک را بو کرد و گفت خوب جای آمدیم. اینجا بوی خزینه جواهر می دهد. بعد در محل تاریک و امنی صاحب بازو زمین را کند و از زیر دیوار به خزینه رسیدند. هرچه می توانستند از طلا و نقره و جواهر و چیزهای قیمتی برداشتند و بی صدا از باغ گذشتند و همه را زیر خاک پنهان کردند. چون نزدیک صبح شده بود گفتند حالا یکی یکی برویم و فردا شب بیاییم سر فرصت آنها را تقسیم کنیم. قرار شد یکی از آنها به صورت گدا در نزدیکی خرابه بماند تا شب بعد. به محمود هم گفتند تا اینجا کارمان به خیر گذشت. تو هم فردا شب بیا همینجا سهمت را بگیر. سلطان محمود هم پس از اینکه جا و مکانشان و اسرار کارشان را یاد گرفته بود از آنها جدا شد و به قصر خود بازگشت. فردا صبح چند مأمور و سپاهی فرستادند و اموال خزینه را ضبط کردند و دزدان را دستگیر کردند و دست بسته به دیوان عدالت آوردند. دزدها ترسان و لرزان در صف گناهکاران ایستاده بودند و قاضی به نوبت گناه ایشان را شرح داد و گفت مردم از دست این دزدان آسایش ندارند. حالا برای عبرت دیگران دستور می دهم به حساب اینها هم برسند. جلاد را خبر کنید. هنوز جلاد نیامده بود که سلطان محمود با لباس رسمی به جایگاه خود وارد شد. در این وقت دزد صاحب چشم به یاران خود اشاره کرد و گفت آن کسی که دیشب با ما همراه شد و ریشش خیلی خاصیت داشت همین سلطان محمود است. دزد صاحب گوش هم گفت سگی هم که دیشب صدا کرد و گفت مرد بزرگی همراه شماست همین را گفته بود. من حالا میفهمم که مقصودش چه بوده است. در این وقت جلاد هم حاضر شد. قاضی از دزدها پرسید آیا به گناه خود اعتراف می‌کنید؟ دزدها گفتند بله اقرار می‌کنیم، ولی اگر می‌خواهی عدالت اجرا شود باید همه مان را با هم مجازات کنی. دیشب 6 نفر با هم بودیم که خزینه را زدیم و حالا 5 نفریم. قاضی گفت آن یکی دیگر را هم معرفی کنید. گفتند کمی صبر کن.
ما هر یکی هنری داشتیم و همه هنر خود را نشان دادیم و منتظر یک خاصیت دیگر هستیم. کسی هم هست که میتواند ما را نجات بدهد. قاضی گفت به هر حال من ناچارم به جلاد دستور مجازات بدهم و جز پادشاه هیچ کس نمیتواند فرمان عفو بدهد. سلطان محمود لبخندی بر لب داشت و همه منتظر ایستاده بودند و دزدها جرأت نداشتند رازی را که می‌دانستند به زبان بیاورند. آخر یکی از آن 5 نفر این شعر را به صدای بلند خواند: ما همه کردیم کار خویش را، ای بزرگ آخر بجنبان ریش را. سلطان محمود از این حرف خنده‌اش گرفت و دستور داد چون بار اول است که این گناه را کرده اند و اموال دزدی هم پس گرفته شده، این بار آنها را عفو کنند و آنها هم